خیلی گفته من همین روزا بزم ما را سببگاری اساسی ترین من فکر میکنم بابای عبدالله و بیبی زلیخا هستند که دعاهای نیک کرده بودند، نیتهای نیک کرده بودند که بعد از سری ما همین نبیرگان و همین عبیرگان ما آمده در تویهای ما اشتراک کرده باشند. اصلا در تویها وقتی که آدم ها سخن میکنند میگویند که ما یک تحفه ناچیز خود را و عروس و داماد سپاریدنی هستیم، اما من امروز میگویم ما یک تحفه آوردیم در حقیقت ارزنده است. باعث می ارزد که منت کنیم، علت کنیم و باوری دارم که یک عمر همین تحفه خاطروی ما در پیشگاه خاندان عروس و داماد جلوگر خواهد بود. ما در هر یک توی و معرکه عکسی عروس و داماد رو تقدیم میکردیم. امروز من به خلاصه آمدم که عکسی بابای عبدالله و بیبی زلیخا رو به عروس و داماد تقدیم کرده باشند، روحشون شاد باشد. همین بیبی من خاطر دارم هر گاه که نزدشان می نشستیم یک نصیحت میکردن، یک سخن خوب میگفتن که این پوشیده نیست که ما یکی از استادانی چیردست و هنرمند ما تقوی شکریلا که هستند هرگاه سرزنش میکردن همین بیبی ما تسلی میدادن. هر چیزی باشد استاد است، سخنهایش رو رد نکن، گفش رو گیر، تقاط سال تیز فعل است. انا همون سخنها و انا همون گفتارها بود که هنری تقایم رو کم باشم از خود کردیم. یک جهان تشکرهای زیاد تقای عزیز، تمام تقاهای ما هنرمند هستند. بابای عبدالله 17 فوریه سال 1933 به دنیا آمده و 3 مارس سال 1999 همین عالم فانی را پدرود گفتند. بیبی زلیخا 1 ینوری سال 1936 به دنیا آمده و 20 ینوری سال 2016 همین دنیا را پدرود گفتند. من همین عکسی خاطروی را به ینگه میخواستم که سپاریده باشم، دعوت کرده باشم که گرچنده که نمیدونم درست کردید نادرست با تحت موسیقی های پرموج و فلک افزای بابای برهان و الهام جان به عروس و داماد سپاریده باشند. اله روح و ارواح بیبی زلیخا و بابای عبدالله شاد باشد، آخرتشون آباد باشد، روح و ارواحشون هر یگان سفیداره که در اینجا بابای عبدالله برای نبیرگانم برای فرزندانم گفته و شناهیدگی هستند، همین برای روز نیک و برای امارت های عبیره ها صرف گشته باشد. بابا جان یک جهان تشکر. موسیقی تویانه زنید که همین عکس رو به عروس و داماد در زیر تحت تنتنه ها سپاریده باشند. مرحمت ینگه، تویتون مبارک شود. بابا جان رفتیم. پدر خوب است و مادر نازنین است، برادر میوه روی زمین است. عزیزان خطی هم دیگر میدانه که عمر آدمی از زیر زمین است. پدر دریاست، مادر آبی آن است. پدر دنیاست، مادر زیبی آن است. پدر کوه است، مادر قله آن. پدر خورشید است، مادر نوری آن است. ای پدرها و مادرهای عزیز زنده باشید. هر آن انسانی که پدر دارد مادر دارد به قدر پدرها و مادرهای خود امروز رسید. ای عزیزان امروز رسید که فردا دیر خواهد شد. شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر در کودکی از شوق دل دست پسر گیرد، با امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد. اگر فرزند قابل راست رفته از حالش خبر گیرد، ولی فرزندی ناقابل سبیل ای گریبان
جانی مبارکی پدر گیرد. مادر را شیر سفیدم دادی، دنیا با امید است و امیدم دادی. تو بر سری من چی آید از پیش و کمی، تو بر سری گهوارم نویدم دادی. یک جهان تشکر شکری بودنتان. باور کنید به خاطر مادرهای گذشته و در دنیا بوده اگرم جگر ملالتان میرسد یک سرودی مادر میخواستم زمزمه کرده باشم، زیرا که امروز ما هستیم پگاه نیستیم. میخوام در توی همین دادرک شیرین در نوارهایی که محمد جان نگاه نکرده به سایه معرکه بودنشان بگیرن ثبت گشته باشد. مادرهای بزرگوار روی صحنه بخونم. برای ما زحمت ها کشیدی، بقایت سر می هم ارزان نباشد. برای ما زحمت ها کشیدی، بقایت سر می هم ارزان نباشد. خدا را شکر گویم هر شب و روز که داریم مادری غمخوار دلسوز، که داریم مادری غمخوار دلسوز، که داشتیم مادری غمخوار
یار دلسوز